آهای برو بکس کابینه، کمی از امورات فینیتو بگویید تا تلویزیون فینیتو نشان دهندی و همه بدانندی که ما چقدر نگران زندگی اهالی هستیم. این کت خدا دهک پایین نان بر سر سفره میخواهندی، دهک وسط دعوای کسب و کار دارندی، دهک بالا که خودمان باشیم راضی به رضای همین مقداریم و دعاگوی کت خدای رعیت‌های جهان که سایه شما بر سر ما مستدام باشندی. کت خدا آقا، خشم اهالی در حال لربریز شدن می باشندی، گزمه ها مثل سابق امنیت ندارندی. این رعیت مگر نمیداند که ما در حال اقتصاد زورکی می باشیمندی؟ بروند از اهالی چشم بادامی ها یاد بگیرندی که یک نوبت بیشتر غذا نمیخورندی، یا اهالی یمنکده که با لنگ و نان خشک روزگار گذرانندی. فرفر، پس تو به چه درد میخوری؟ یه کاری بکن. دوربین روشنه؟ منو میگیره؟ دشمنان از سر و کولمان بالا می روندی. کت خدای ما تحریم و آشولا شدندی. آهای اهالی فینیتو، در چنین وضعی شما چطور دلتان می آید که درخواست نان بکنندی؟ ای رعیت قدر نشناس، گریه کنندی. واسه قبر پدرت گریه کنیم؟ الان یه گریه ای نشونت بدم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. صبر داشته باش کت خدا، همین روزا اهالی فینیتو بلایی سرت میارن که در به در دنبال روزه خون بگردی تا روزه خودتو بخونه.